ژورنالیست و فعال اوکراینی الکساندر نیکولایچوک در پی حمله افراد ناشناس در شهر اولفسک با زخم‌ها از ناحیه سر و دست شکسته بستری شده است. نیکولایچوک گفت او 3 روز پیش وقت هدف حمله قرار گرفت که از ژیتومیر از نشست پیرامون راه‌های قطعی استخراج غیرقانونی کهربا یویانتر به خانه برمیگشت. نیکولایچوک ماه ایون در گزارش راجع به اثرات استخراج کهربا به ممنونگاه‌ها در اوکراین مرکزی با رادیوی آزادی صحبت کرده بود. این تجارت اساساً از سوی گروه‌های جنایی نظارت می‌شود و باور می‌رود که آنها به منصبداران برای چشم پوشی نسبت به استخراج غیرقانونی کهربا پول می‌دهند. نیروهای امنیتی اوکراین دیدبانی پاسگاه‌ها در اطراف شهر موکاچیو در غرب کشور را ادامه می‌دهند. روز 11 ایول در زدوخورد در موکاچیو دست کم 3 نفر کشته شدند. SBU خدمات امنیت اوکراین 2 عضو گروه قومگرای پراوی سکتور را که با نیروهای امنیتی درگیر شدند بازداشت کرده است. ولی شبه نظامیان دیگر مسلح هنوز تحت تعقیب باقی میمانند. اختلاف در موکاچیو تنش‌ها بین حکومت اوکراین و گروه قومگرا از جمله پراوی سکتور را به نمایش گذاشت. قومگرایان در اعتراضهایی که سال گذشته منجر به سقوط حکومت پرزیدنت تحت حمایت مسکو ویکتور یانوکوویچ شد، نقشی مهم داشتند. ولی تنش‌ها میان آنها و رهبران کنونی رو به غرب اوکراین تا رفت بیشتر می شود. فعالان در پریشتینا پایتخت کوسوو مراجعتنامه به حکومت و مقامات اتحادیه اروپا را نشر کردند که به هر چه زودتر آسان کردن ترتیب دریافت ویزا برای ساکنان کوسوو دعوت می‌کند. مؤلفان از سران اتحادیه اروپا خواستند به شهروندان کوسوو عین آزادی رو را که به ساکنان کشورهای دیگر منطقه داده شده است بدهند. شهروندان بوسنیا، سربیا و کشورهای دیگر نیم جزیره بالکان علیه حق سیاحت بدون ویزا به اتحادیه اروپا را به دست آوردند. مقامات اتحادیه اروپا قبلا در سال جاری کوسوو را هشدار دادند که قبل از آسان کردن نظام روابط باید جهت پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا اقدام کند. فعالان در بیشکک پایتخت قرقیزستان علیه تغییر قانون کار اعتراض کردند. اعتراضگران میگویند اصلاحات این قانون به امنیت جایهای کاری آسیب رسانده از کار راندن کارگران را برای کارفرمایان آسان‌تر می‌کند. آنها طلب کردند که وکیلان پارلمان تغییرات پیشنهاد شده را از لحاظ تضمین حمایت کارگران بازبینی کنند. مقامات قرقیزستان میگویند هدف از تغییر قانون کار با معیارهای بین‌المللی کار مطابق ساختن این قانون است.